تو نجات پرستی، من ازت خوشم نمیاد. این ماشینم بهت نمیفروشم. داری حالمو به هم میزنی. همتون مثل حمید. این نجات پرست بهم توهین کرد. ببینم تو چی گفتی؟ به کی گفتی سیاه؟ نه من به کسی نگفتم سیاه. ببینم الان چی گفتی؟ منظور ما همون کلمه است. من الان جلسه گذاشتید که چرا من عضو ضعیفی از گروه ها؟ گروه خونمونه. تنها داراییه که داریم. میراثمونه. چی میگی؟ باز قرصاتو نخوردی؟ اصلا تانیشا کجاست؟ عاقل‌تر از اونه که با جناب عالی بگرده. تو همیشه همینجوری بودی پسر. خب در چه حالین؟ ها؟ آماده این؟ بزن بریم. دیو بیا، نقشه چیه؟ هی سمو پیدا میکنیم و مراحل فرار رو طی میکنیم. این کار رو انجام میدیم. همین کارو میکنیم. عالیه، بیافتید جلو. سارق بانک از شوکر استفاده کن. دستا بالا، حالا بچسبید با هی، امروز روز مرگ و زندگیه. همگی بخوابید رو زمین. هی، شما دوتا اون پشت بیاید بیرون. میگیری شما یا نه؟ یا بازش کن ام. فقط اگه دستم به نصابش برسه خودم میکشمش. البته اگه من اول نزدمش. آره. گمشید عقب، ما گروگان داریم. کلانتر بگه 211 تایید شد. نیروی پشتیبانی میخوایم. هی، کلانتر اومد. بدبخت شدیم. برید از دستورات پیروی کنید. شما محاصره شدید، پس نمیتونید برید فرودگاه. برام مهم نیست که محاصره شدن، خودم همشونو میکشم. پس بذارید گروگانا برن و مثل چند تا مرد با هم صحبت کنیم. بیا شما رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. گفتم برید عقب. کثافتا این خیلی بده. یادتون نره بچه‌ها، این تنها شانس ما. از فردا قیمت بنزین میره بالا. به اموال عمومی آسیب نزنی. خب من رگبار دارم احمد. هلیکوپتر پلیس تو آسمون. تیر پرنده رو بنداز. ای به چشم. ای بپایی داره میافته. ساحل پر پلیسه، نمیشه از اینجا در رفت. شنیدید بچه ها؟ لعنتی نمیتونیم از آب بریم. هیچ راه فراری نیست. اوه هی بیا اینجا بدو. ببین اگه فکر میکنی اون روز به خاطر عکس گرفتن از اون عجوزه خیلی خوش گذشته بود، پس باید وایسی تا این یکی رو ببینی مرد. منم از دیدنت خوشحال شدم. ببرلی بابا به خدا راست میگم، قراره با دیدن این یکی کرک و پرات بریزی. زود باش بزن بریم. یادت باشه پسر، این یه مأموریت مخفیه، باید مثل نینجا وارد شی. دنبال من بیا، بی پروا باش ولی فراموش شدنی. از اینجا به بعد ما مثل روحیم. بله ما دوتا اصلا تابلو نیستیم اصلا. البته من یکم نگران هیوله ها. آره یعنی زیادم چیز مهمی نیست، ولی پیشنهاد میکنم نذاری زیاد بهت نزدیک بشم. اوه این دیگه چه کوفتیه. این افتضاحه. سرم اونا درونم رخنه کردن. بیا جلو. شما تحت بازداشت مردمی هستی، میفهمی؟ امریکا سرزمین فرصت است. من میخوام از این فرصت استفاده کنم تا تو رو به جایی که تعلق داری برسونم. جان آفرین جوزف، کارت خیلی خوب. احتمالاً داخلن. ترابر بار ببین میتونی بکشونیشون بیرون. هی تو اخراج شدی. اصلا کسی هست که تو اخراجش نکرده باشی؟ فقط درد سر درست نکن. این آتشخاله چیه واسه ما میاد؟
دوزاری جغل فکر کردی ازت میترسم؟ تو یه احمقی. اون وقت مردم به من میگن زشت، تو رو ندیدن. تقصیر من نبود. خب مراقب باش. هی حالا چطوره؟ امروز اصلا حوصله ندارم. چه خبرها؟ لنکره پسری که ریقو. ای رفیق، وقتی بالا رو نگاه میکنی خب معلومه که میخوری به کسی دیگه. از جلوم برید کنار دیگه. یکی کمک کن. دوستی معمولیه، اینقدر هیجان زده نشو. چه خبره که؟ عشق عباسی زنگ بزنید پلیس. بیا پایین بجو. اول اینجا نمونید، فرار کنید. میدونی حتی پدر و مادرت هم دوستت ندارم. بیمغز شعور نداری. اوه چرا اینجا اینجوری شد؟ بیا پایین بجو. یکی بیاد کمک کنه. اونا بیشتر از هر چیزی عاشق ورزش کردن، پر زرق و برقن، گستاخن، رقابتجو و پرخاشگرن. اونا دشمن خونی بالاسا هستن. بیشتر اوقاتم لباسای گشاد با نوشته های درشت میپوشن. تمام رقیباشو به سرعت کنار زد تا بتونه لحظه ای شما مردمو بخندونه، چون خنده از یاد مردم رفته. نه نرفته. موهاشو ببین، کدوم رو اشگاه گند زده تو موها. بزن قدش. آما خب میدونی خورده سرم یه دو سه بار. حالا چی بار رو میام دستم لمس از سرش هستم، کش قستم لش لفظم و لحجم چری خدا علم یا گام دای تو حساب نکن رو من سایکو زنگ بیرون نمیره آخه کش میام روی خط داشتیم